داستان امروز ما از شخصیت وای شروع میشه. وای که در حومه‌های پیلتوور بزرگ شده بود، مثل یک سارق زندگی کرد. زندگی تو خیابون باعث شد او در سن 6 سالگی به عضویت گروهی از سارقین شهر در بیاد و در سن 11 سالگی تبدیل به یک سارق چیره دست شده بود و از هر دزدی که میکرد لذت می‌برد. دیدگاه وای زمانی تغییر کرد که به تأسیسات مدنی حمله شد و کارگرهای بیگناه پس از فرو ریختن دیوار تو معدن گیر افتاده بودند. وای تصمیم گرفت تو نقش یک قهرمان ظاهر بشه و با دستکاری کردن دستکش آسیب دیده‌ای که تو خرابه‌های شهر پیدا کرده بود تونست مشتای اون رو باز کنه و بعدها قدرت هکستک رو هم به اون اضافه کرد. پس از قرار دادن اون دستکش سنگین روی دستای کوچیکش و با مشت محکمی که به آوارهای معدن زد تونست کارگرهای بیگناه رو از اونجا نجات بده. پس از این اتفاق وای از مهلکه گریخت و به زندگی جنایتکارانه خودش برگشت. وای اما این بار فقط از بقیه دزدها دزدی میکرد. خبر دزدی و بدنامی‌های وای به گوش کلانتر معروف پیلتوور یعنی کیتلین رسید. کیتلین به جای دستگیر کردن وای پیشنهاد دیگه به اون داد و اون هم چیزی نبود جز کار برای پلیس پیلتوور. وای پس از شنیدن این حرف کیتلین خندید، چرا اینکه اون از این پس میتونست بدون دردسر به بقیه مشت بزنه. مثل اون جمله معروفش که میگه اول مشت بزن، بعد هنگام مشت زدن سوال بپرس. Punch first. Ask questions while punching. وای بلافاصله پیشنهاد کیتلین رو پذیرفت. کیتلین کرامن بعدها تبدیل به پارتنر و همسر وای میشه. از همکاری این دو نفر همه خلافکاران شهر وحشت داشتن، به جز یک نفر که اون هم کسی نبود جز جینکس. جینکس یا همان پاودر که توسط خواهر بزرگتر خودش یعنی وای پوپو صدا میشد در نهایت تبدیل به یک جنایتکار شد. جینکس ابتدا به اذیت و آزار شهروندان پیلتوور پرداخت، چرا که از پیلتوور و مردمش نفرت زیادی داشت، مخصوصا خانواده‌هایی که ارتباط نزدیکی با حاکم پیلتوور داشتن. کارهای جینکس باعث ایجاد هرج و مرج در سرتاسر پیلتوور شد. پلیس پیلتوور سعی کرد این کارها رو به گروه‌های دیگه نسبت بده که این کار باعث ناراحتی جینکس شد. او گفت به زودی اتفاقات بزرگتری رو تجربه می‌کنیم و همه این کارها باعث شد جینکس خیلی زود به بزرگترین جنایتکار این دو شهر یعنی زان و پیلتوور تبدیل بشه. در طول داستان آرکین بارها و بارها اسم هکستک رو میشنویم. هکستک یک فناوری جادویی که از ترکیب جادوهای المنتال و اسپریت ماجیک ها به وجود اومده بود و قدرت اون میتونست توسط هر کسی مورد استفاده قرار بگیره. برای رسیدن به منشأ هکستک باید برگردیم به هزاران سال قبل، جایی که قبیله‌های تجاری و ثروتمند پیلتوور کریستال‌های کمیابی رو از بدن موجوداتی به عنوان براکن‌ها برداشت کردند. براکن‌ها عقرب‌های باستانی غول‌پیکری بودند که در قاره شوریما زندگی می‌کردند. همچنین اونها اولین موجوداتی بودند که تونستن از المنتال ماجیک‌ها در دنیا استفاده کنند. در بازی لیگ آف لجند یک نوع از براکن وجود داره، چمپیونی که ما اون رو به اسم اسکارنر می‌شناسیم. هکستک کاربرهای متعددی داشت، ولی فقط دو شخصیت بودند که زندگی و قدرت خودشون رو مدیون هکستک بودند. شخصیت‌هایی به اسم اوریانا و بلیتزکرنگ. بلیتزکرنگ ربات طلایی رنگ مهربونی بود که در زان زندگی میکرد. بلیتز مدام به مردم کمتوان و فقیر زان کمک میکرد. جدا از اینها، بلیتز در مناطقی که صعب العبور و برای مردم عادی خطرناک بود مشغول جمع‌آوری زباله‌ها و بازیافت اونها میشد. کسی که بلیتزکرنگ رو به وجود آورد کسی نبود جز ویکتور. ویکتور از بچگی با تشویق والدین خودش به اختراع و ساختمان‌سازی علاقه‌مند میشه. او تمام وجودش رو وقف درس خوندن میکرد و از قطع کردن کارش حتی به خاطر خوردن و خوابیدن هم متنفر بود. او تمام اختراعات خود رو به امید محیطی امن‌تر برای مردم زان به بقیه پیشنهاد داد، اما در نهایت کسی حاضر به همکاری با او نشد. در سن 19 سالگی ویکتور از سمت یکی از آکادمی‌های معتبر زان پیشنهاد همکاری دریافت میکنه. اختراعات و تلاش‌های ویکتور نظر یک نفر رو در پیلتوور به خودش جلب میکنه.
پروفسور استانویک سعی کرد ویکتور رو متقاعد کنه که به پیلدوور بیاد، چرا که اونجا میتونست تو پیشرفته ترین آزمایشگاه کار بکنه و به تمامی منابع دسترسی داشته باشه. ویکتور در نهایت پیشنهاد استانویک رو پذیرفت و در پیلدوور مشغول تحصیل شد. در حین تحصیل با شخصیتی به اسم جیس آشنا شد. جیس و ویکتور هیچ وقت نتونستن به عنوان دو دوست در کنار هم قرار بگیرن، چرا که اختلاف نظرهای زیادی داشتن و جیس هم سعی میکرد جلو پای ویکتور سنگ بندازه. در اواسط تحصیل ویکتور به منطقه زان یک حمله شیمیایی میشه و ویکتور که علاقه خاصی به زان داشت، برای اینکه بتونه به مردم گرفتار و بیچاره زان کمک بکنه، رباتی به اسم بلیتزکرنگ رو به وجود میاره و با هکستکی که از صحراهای امپراتوری شوریما به دست آورده بود، تونست قدرت بلیتز رو چندین برابر کنه. ویکتور و بلیتزکرنگ به زان میرسن و مشغول کمک کردن به مردم بیچاره و گرفتار زان میشن. در اواسط راه ویکتور که میبینه نمیتونه جون همه مردم رو نجات بده، ناامید میشه و راه ویکتور و این ربات دوست داشتنی مهربون همینجا از هم دیگه جدا میشه. اوریانا یکی از اهالی زان بود. اوریانا طی تصادفی که در یکی از خیابان‌های زان رخ داده بود، بدن نیمه جونش رو زمین رها میشه. در نهایت یکی از اهالی پیلدوور اون رو به پیلدوور میبره و با قرار دادن هکستکی درون قلبش به او زندگی دوباره میبخشه. اوریانا پدری داشت، شخصی که ما اون رو به اسم دکتر کورین ریویک یا همون سینج میشناسیم. کورین مخترع و مکتشفی بود که اوایل زندگیش رو در پیلدوور گذروند. کورین به دانشگاه پیلدوور میره و اونجا مشغول تحصیل میشه. کورین یکی از مخالفین سرسخت هکستک بود و سر همین قضیه مدام توسط همکارا و همکلاسیاش مورد تمسخر قرار گرفت. به خاطر همین موضوع او به زان میره و به آزمایش‌های خودش اونجا ادامه میده. طی یکی از آزمایش‌های کورین، پدرخونده وای و جینکس یعنی واندر تبدیل به یک هیولای خطرناک میشه. هیولایی که ما اون رو به اسم وارویک میشناسیم. تو سریال آرکین ما اسم مناطقی مثل زان، پیلدوور و در نهایت ناکسوس رو میشنویم. اما اگر بخوایم در مورد دنیای بزرگ آرکین صحبت کنیم، با همچین نقشه‌ای مواجه خواهیم شد. دنیایی که به اون میگیم رونترا. رونترا سیاره‌ای بود شامل 3 قاره به اسمای والوران، شوریما و کامواران، 18 دریا، 2 اقیانوس و 3 جزیره لونیا، سرپنت و شادو. کامواران شرقی ترین قاره سیاره رونترا بود. پس از سقوط پادشاهی کاموار و پادشاه ویگو به طور کلی از روی نقشه محو شد.